توجه می که سال جاری منتهی میشه به جام جهانی، انگیزه بازیکن‌ها بسیار زیاد هست. بازی هم آغاز میشه با قرمزهای پرسپولیس کار آغاز کردن. پاس اول انصاری پشت محوطه جریمه که برمیگردونن مدافعان استقلال. فرشید باقری باز هم بازیکن استقلال ثابت توپ هستن. امید ابراهیمی پاس خوب برای سرو جبارو، فضای مناسبی رو دارن، میارن به سمت راست، عالیه میکنه انجام میده برای شجاعیان. خود شجاعیان میفرسته و بیرانوند توی 6 قدم توپ در اختیار گرفت. عالی بود پاس سرو جبارو و چه هرسی میخوره شفر لبه خط. و هم می‌بینیم صحنه آهسته را داخل محوطه جریمه با پای چپ و بیرون پا میخواد بفرسته که توپ بیرانوند در اختیار گرفت. کنترل خوب از وحید امیری، مقابلش داره اونجا روزبه چشمی رو. خود وحید امیری یه برخورد، بازم کار دنبال میشه. فرشاد احمدزاده، انصاری هم از سمت چپ نفوذ کرده، پاس خوب وحید امیری، کار تکنیکی ضربه‌شو میزنه وحید امیری که نه محکمه نه خطرناکه، برای همین رحمتی راحت توپو گرفته. لنگ هم میزنه سیدنتی رحمتی. قبل از اینکه بخواد بازی هم شروع بشه کلی پرچم هم استقلالی ها هم پرسپولیسی آوردن در ابعاد خیلی بزرگ. این سکوها که جالب هم بود. فرصت برای استقلال و ضربه سری که اونجا میزنن خطرناک و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. داریوش شجاعیان چه اعتراضی میکنه بیرانوند. با هم میبینیم صحنه آهسته رو، ضربه سری که بدین شکل رو سرش نیومد توپ خوب سوار بشه و خوش شانس بودن مدافعان پرسپولیس که رهاش هم کرده بودن با شونه یه جورایی ضربه‌اش رو زد. با هم می‌بینیم از نواهای مختلف. مثل بعد علیپور موقع در تیم استقلال شجاعیان تیام تو گم کرده، خود تیام ضربه‌شو میزنه با واکنش بیرانوند اونجا مانع از گلزنی مامتیام میشه. یه لحظه توپو گم کرده بود مامتیام، وقتی هم که توپو دید بلافاصله ضربه‌شو زد بیرانوند. یه سیو خوب داشت. باز هم جباروف. شجاعیان با پای چپ میفرسته داخل محوطه جریمه. فرشید اسماعیلی، مامتیام حرکت میکنه، ضربه محکم وریا غفوری و کسی نیست اونجا ضربه سوم رو بزنه و دروازه پرسپولیس رو باز بکنه. خوب بازی کرده استقلال تو این 27 دقیقه. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. حسینی به مقابل داره، خود تیام ضربه‌شو میزنه زمینی، اونجا روی ریبان میتونه دروازه پرسپولیس باز بشه و حالا توی دروازه گل برای استقلال. استقلال 1 و وریا غفوری برای آبی‌ها گلزنی میکنه. اونجا همه هم دریبل میزنه و میرسه به تماشاچی‌ها و اینطوری خوشحالی میکنه وریا غفوری. همه پرسپولیس‌ها دست هم دادن تا دروازه رو باز بکنه. وریا غفوری از فرصتی که گیرش اومده بود به خوبی استفاده کرد. ضربه‌ای که تیام زد روی ریباند توی اون فرصتی که مدافعان پرسپولیس نتونن توپو رد بکنن، توپ تیر خود و بدین شکل دروازه بیرانوند و پرسپولیس باشه. بازی میشه 1-0 و قطعا نیمه دوم میتونه جذاب‌تر از نیمه اول بشه. کوتاه کار میکنن بازیکن پرسپولیس. ماهینی یه ارسال بلند روی دروازه، ضربه سری که اونجا میتونن بزنن و چه فرصتی رو از دست دادن بازیکن پرسپولیس. خود شجاع خلیلزاده نزدیک بود دروازه رو باز بکنه. یه نارنجک هم همچین زدن که این فرصت رو پرسپولیسیا از دست دادن. شجاع خلیلزاده رو چه اشتباهی بدی داشت میکرد وریا غفوری نزدیک پاس گل بده. مزاحمت هم ایجاد میکنن برای سرو جباروف که فرشاد احمدزاده میره با هوادارانی که اونجا نشستن یه صحبتی میکنه و حالا کار دنبال خواهد شد. سرو جباروف ضربه‌شو به سمت چارچوب مستقیما میزنه و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. بلافاصله بازیکن پرسپولیس وحید امیری، کمال کاملی میان، علیپور پشت محوطه ضربه‌شو میزنه اونجا علیپور و رحمتی توپو در اختیار میگیره. حالا این طرف باعث ضربه زدن بشار حسن میشه طرفداران استقلال که رحمتی و نورافکن و سرو جباروف میرن اونجا و میخوان که آرامش خودشون رو حفظ بکنن طرفدارا. تیم استقلال فعلا 1-0 برنده هست.
این آخری که اومد تو زمین فکر کنم نارنگی بود، چون همونجور قل می‌خورد میومد جلو. نارنجی کوچولو بود میومد هم جلو و اینا. آقای اینفانتینو رئیس فیفا که واقعا خوشایند فوتبال ما نیست که ما این حرکات رو جلوی رئیس فیفا انجام بدیم. دوشنبه که فوتبال برتری ها برنامه ویژه برای شهرآورد رفتن و گفتیم که واقعا این اتفاقات نباید بیفته. ارسال ضربه کرنر داخل محوطه جریمه و رحمتی توپو با دست برمی‌داره، سریع میخواد ضد حمله رو طراحی بکنه. برایش دارش شجاعیان که وحید امیری اونجا هست و حالا خطای شجاعیان گرفته شد. فرشید اسماعیلی تکلیف فرشاد احمدزاده، خطا نیست، کار دنبال میشه. گاردین منشا فرصت تیم پرسپولیس، ضربه‌ای که منشا میزنه، حالا وحید امیری با پا چپ ضربه‌شو میزنه. وحید امیری فنی و رحمتی توپو در اختیار گرفت. ضربه فنی پای چپ وحید امیری رو بدین شکل رحمتی مهار کرد. علیپور میاره به سمت راست برای فرشاد احمدزاده، اضافه میشه اونجا حسین ماهینی. منشا توپ میخواد، ارسال روی دروازه برای گاردین منشا. ضربه منشا ضربه آکروباتیک علیپور، اما خطاست اونجا حرکتی که انجام شده. ضربه آکروباتیک علیپور تو چارچوب نبود. 64 دقیقه از زمان بازی سپری شده و با هم میبینیم صحنه آهسته. اینجا خطای گاردین منشا رو گرفت امیری. محمد انصاری لبه خط سمت چپ توپ میخواد، خود وحید امیری توپو تقدیم بازیکن استقلال کرد. فرشید باقری سریع را میندازه شجاعیان رو، بازیکن سرعتی تیم استقلال تلاش رو از دست داد به هر شکلی بود. یه پاس خوب میده برای امید ابراهیمی، فضای مناسب برای گل دومو داره تیم استقلال. فرشید اسماعیلی شوت زن، زبشو میزنه فرشید اسماعیلی، اما نه تو چارچوب. بیرانوند دروازه رو رها کرده به مدت جلو تو محوطه جریمه. کورنر هم نیست، پرتابه که گیرشون اومده. حسین ماهینی پرتاب کوتاه، صادق محرمی حالا ارسال بلند روی دروازه، ضربه سر منشا توی اون شلوغی، یک ضربه سر خطرناک از سید جلال حسینی و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. داره اعتراض هم میکنه بیرانوند که داور باید خطا میگرفته و نگرفته. من فکر کنم خود سید جلال رفت تو سر بیرانوند، ضربه سر را زد، نه مدافع استقلال. اینجا فکر کرد بازیکن استقلال بوده بیرانوند، اما خود سید جلال بودش که دستو گذاشت و رو سر بیرانوند ضربه سر را زد.